این دستگاه ویدیو کولپوسکوپ هست که ما برای دیدن ضایعات داخل واژن یا دهانی رحم ازش استفاده میکنیم. در واقع کاری که ما در حین یک معاینه عادی انجام میدیم اینه که ما یه اسپکولوم برای بیمارمون میذاریم و بعد با چشم غیر مسلح متخصص دیواره های واژن یا دهانی رحم رو میبینه. در مورد این استفاده از این دستگاه هم کار اضافه‌ای، در واقع بار اضافه‌ای به معاینه بیمار اضافه نمیشه. ما همون اسپکولوم رو میگذاریم، منتها به جای اینکه با چشم غیر مسلح دیواره های واژن و دهانی رحم رو ببینیم، با استفاده از این دوربین که قدرت چند صد برابری داره میتونیم در واقع این قسمت ها رو ببینیم. جاهایی که احیانا داره تغییرات سلولی اولیه و خاصی درش ایجاد میشه میتونیم شناسایی بکنیم. در مورد بیمارانی که دچار HPV های پرخطر هستند، بعضی از انواع HPV های پرخطر، بیمارانی که تست های پاپ اسمیری دارند که درشون بعضی از تغییرات سلولی ممکنه دیده شده باشه، با استفاده از این دستگاه ما میایم دهانی رحم رو خیلی به صورت اختصاصی بررسی میکنیم و اگر دهانی رحم مشکلی داشته باشه، ضایعه خاصی رو با استفاده از این دوربین ما ببینیم، از همون قسمت ها نمونه برداری میکنیم، اون نمونه ها رو با آزمایشگاه ارسال میکنیم و بعد آزمایشگاه با جوابی که به ما میده به ما کمک میکنه که در واقع پلن درمانی و کار درمانی که قراره برای اون بیمار بعد از این مرحله انجام بدیم چی خواهد بود.